بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شکننده های روزه خوردن و نوشیدن قصدن می باشد، زیرا الله جل جلاله در قرآن می گوید بسم الله الرحمن الرحیم و اتم الصیام الی اللیل، یعنی در رمضان تا شام روزه دارید. کسی که از دمیدن صبح تا شام قصدن می خورد و یا می نوشد، روزه اش باطل می شود. هر شخصی که در رمضان از روی فراموشی یگان چیز خورد یا نوشید، روزه اش را دوام می دهد، زیرا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که امام بخاری و امام مسلم از ابو هریره راضی شد الله تعالی از او می گوید هر شخصی که از روی فراموشی خورد یا نوشید، روزه اش را دوام دهد، روزه اش درست است، زیرا الله تعالی او را خورانده است و نوشانیده است. دوم، قصدن خود را احتلامی کردن. هر شخصی که خود را قصدن احتلامی میکند، یک روز قضا می‌دارد، اما کفاره ندارد به اتفاق جمهور فقها. لیکن اگر در روز رمضان با زنش همخوابه شود، یک روز قضا می دارد، کفاره هم می دهد. کفاره اشان هر یکی از آنها یک غلام آزاد می کنند. اگر نمی توانند 2 ماه باید پی هم روزه بگیرند و اگر به این هم قادر نیستند باید 60 مسکین را طعام دهند. سیوم، قی کردن قصدن، یعنی قصدن از دهان هر چی را بیرون کردن. از رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثی را که امام ترمذی روایت میکند میگوید من ذرعه القیء فلیس علیه القضاء و من استقاء عمدا فلیقضی، یعنی هر شخصی که اگر بیمار شده از دهانش یگام چی بیرون آمد قضا ندارد، و هر شخصی که قصدن قی کرد روزش میشکند، یک روز روزه میگیرد. شخصی که بیمار شد قیش آمد، در حقیقت روزه اش نمیشکند. چهارم، حیض و نفاس. هر زنی که در رمضان عادت دید باید روزه اش را در حال خورد، اگرچه عادتش 5 دقیقه پیش از شام شروع شود، باید در حال روزه اش را خورد. زن حایض قضای روزه اش را می دارد، اما قضای نمازه اش را نمی خواند. از حدیث عایشه راضی شد الله تعالی از او، هنگامی که از او پرسیدند برای چی زن حایض قضای روزه اش را می گیرد و قضای نمازش را نه، گفت زیرا در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ما به قضای روزه امر می شدیم و به قضای نماز امر نمی شدیم.